ببینید دکتر صیبا، وقتی که یک شخص اسموکینگ میکنه، دود میگیره، دود از طریق دهن باعث میشه که وارد مجرای تنفسی شود. وقتی وارد مجرای تنفسی میشه، در حقیقت از نظر هیستولوژی نوع نسجی که در برانکاس های ما قرار داره، یعنی تراخیا و برانکاس ها در اینجا قرار داره، کدام نوع نسج است؟ نسج استوانه‌ای، یعنی ciliated stratified columnar epithelium. اپیتلیوم استوانه‌ای چندین طبقه‌ای کاذب سیلیادار است، یعنی اپیتلی هست که شکل استوانه‌ای داره. حال این اپیتل استوانه‌ای که در اینجا هست سیلیام داره. وقتی شخص اسموکینگ میکنه، اسموکینگ دود را وارد ششهایش میسازه، وارد برانکاس هایش میسازه. این دود باعث میشه که اینمی ساحات زیر فشار واقع بده، اینمی حجرات زیر چی میته؟ فشار. وقتی فشار وارد میکنه، این حجرات قامتشان چی میشه؟ کوتاه میشه. یعنی حجرات بلا اول سیلیای خود از دست میته، اون مویک هایی که در سطح خود دارن از دست میتن، و بعد از او حجرات قدشان کوتاه میشه، یعنی از شکل استوانه‌ای به شکل چی تبدیل میشن؟ خشت فرشی. چرا به شکل خشت فرشی تبدیل میشن؟ چون اپیتلی که مقاوم در مقابل تروما یا ترزیز هست، مقاوم در مقابل فشار هست، او اپیتل چی است؟ اسکواموس یا خشت فرشی است. وقتی که دود سیگرت فشار بالای حجرات کلومنر یا استوانه‌ای برانکاس ها وارد میکنه، باعث میشه که اپیتلش قامت بلند با اپیتل قامت کوتاه، یعنی اپیتل اسکواموس یا اپیتل خشت فرشی تبدیل شود. اینمی نوع تغییر به نام تغییر تطابقی میتاپلازیا نامیده میشه. پس اسموکینگ هم باعث میشه که حجرات استوانه‌ای را در برانکاس ها با حجرات اسکواموس تبدیل میکنه، یعنی دود سیگرت و استفاده سیگرت. که این مشکلش چیست؟ چرا این ما باز پاتولوژیک میگیم؟ به خاطر که در این قسمت وقتی توسط دود سیگرت اول سیلیاهای حجرات کلومنر طبقه مخاطی برانکاس ها تخریب میشه، خود سیلیا یک وظیفه داره. اینال سیلیا وظیفه‌اش است که اون دست یا گرد غباری را که وارد طرق تنفسی میشه، ابتدا توسط مخاط جذب میشه و بعد از او همین مخاطی که منتن است با دست و گرد غبار اینا، این توسط سیلیا که حرکت میکنه، این به طرف بالا انتقال میافته و بالاخره با تنبیه آخوزه های صرفه با مکانیزم صرفه اینمی محتویات از عضویت به بیرون پرتاب میشه، از چشم به بیرون پرتاب میشه. اما در اثر اسموکینگ میتابولازیایی که اینجا صورت میگیره باعث میشه که سیلیاها از بین میره و اپیتل استوانه‌ای و خشت فرشی تبدیل میشه، دیگه اونمو وظیفه درست انجام نمیشه. یعنی حالا اگر دست گرد و غبار اینا واقع بیاین در این ساحه، در نتیجه کدام انتقال به بیرون نمیافند و پس چرک خوبتر میتونه دست یا گرد و غبار خوبتر در شش تجمعات کنه و باعث انفکشن شود زودتر. و از طرف دیگر اسموکینگ به صورت دوامدار امو ترکیبات کیمیایی که دارن به صورت مضر باعث میشه که باز حجرات تخریب بکنه و از اثر تخریب حجرات در ناحیه اسکار ایجاد شود و اسکار از یا وقتی که در شش حجرات تخریب میشه، هیلینگش به طریقه اسکار یعنی توسط نسج منظم صورت میگیره. این باعث میشه که دمو ساحه که تبادله گازات صورت بگیره، چون اسکار ایجاد شده، اسکار از ناحیه اسکار یا فایبروزس تبادله گازات صورت نمیگیره. یعنی ساحه شش که وظیفه فیزیولوژیک تبادله گازات انجام میداد کم میشه و مزدویت مریض ساحه فیزیولوژیک تبادلهش کمتر میشه. از یک طرف، از طرف دیگر وقتی حجرات تخریب میشن و تخریب از اینا پس دوباره عضویت میخواد که حجرات باقی مانده تکثر کنن و حجرات که از دست رفته را جبران بکنه. اما این تکثر باعث میشه که غیر کنترل شوه و افزایش پیدا بکنه. وقتی تکثر غیر کنترل میشه، افزایش پیدا میکنه، این باز میتونه که به یک کتله سرطانی تبدیل شوه. که یعنی از اسموکینگ وقتی میتاپلازیا ایجاد میشه و حتی دوامدار بکنه، استرس دوام پیدا بکنه، حجره صدمه میبینه، التهاب مواجه میشه و التهاب یک هدف التهاب هیلینگ یا ترمیم است و اگر ترمیم از باعث تکثر حجرات صورت میگیره و تکثر هم غیر قابل کنترل میشه، میتونه که مو ساحه حجراتش توموری شوه، یعنی تکثرش غیر قابل کنترل شوه، یک تومور ایجاد شوه. یعنی اسموکینگ میتونه در مراحل اخیر حتی سبب سرطان شش
شود. از این خاطر ما اسموکینگ متاپلازیایی که درش سبب میشه میگه متاپلازیای مرضی هست. خب حال ما اسکواموس متاپلازیا را گفتیم. چند اصطلاح دیگی را که ما شما بیان میکنیم، این اصطلاحات که هست از جمله ادپتیشن نیست، اما میتونه که پروگنوزیس، انذار یا پیشرفت سلولار ادپتیشن باشه. به خاطر از اینکه 4 اصطلاحی که ما خواندیم، هایپرتروفی، هایپرپلازیا، اتروفی و متاپلازیا، یک ریورسیبل چنجز است. یعنی اگر استرس محیطی ازشان برداشته شود پس به حالت اول برمیگردن. اما ما بعضی از اصطلاحات داریم که باز اگر استرس ازشان دورتر شود پس دوباره به حالت اول نمیگردن. از این خاطر اینا شامل سلولار ادپتیشن نیستن. یعنی یا چه وقت با وجود میانی اصطلاحاتی را که بیان میکنیم از باعث پیشرفت سلولار ادپتیشن. مثلا ما یک متاپلازیا داریم. وقتی که متاپلازیا استرسش بیشتر شود، متاپلازیا میتونه که به دیسپلازیا تبدیل شود. ما یک اصطلاح داریم به چی؟ دیسپلازیا. متاپلازیا یک ریورسیبل چنجز هست، یعنی تغییر قابل برگشت حجرات در مقابل استرس محیطی است. اما اگر متاپلازیا پیشرفت میکنه باز میتونه که به چی تبدیل شه؟ به دیسپلازیا. خب دیسپلازیا چی را میگن؟ ازدیاد تعداد حجرات بس اندازه ها و اشکال مختلف در یک نسج. اینا هر متاپلازیا به دیسپلازیا تبدیل شود. دیسپلازیا که از باز ایریورسیبل سل چنجز هست، یعنی اگر عاملش برداشته شد پس دیسپلازیا نمیتونه به حالت اول برگرده. خب دیگه داریم مثلا هایپرپلازیا چی هست؟ هایپرپلازیا یک سلولار ادپتیشن است که در مقابل استرس محیطی تعداد حجرات از حد معمول بیشتر میشه. هرگاه این هایپرپلازیا پروگنوزیس کنه، پیشرفت کنه، میتونه که به نیوپلازیا تبدیل شود. پلازیا تکثر میگن. نیو جدید، یعنی تکثر جدید. وقتی هایپرپلازیا بعضی اوقات میتونه که به نیوپلازیا تبدیل شه، یعنی ریورسیبل چنجز به ایریورسیبل چنجز میتونه تبدیل شه. نیوپلازیا سرطان میگن، تومور میگن و در نتیجه وقتی که یک حجره به نیوپلازیا میره این دیگه باز غیر قابل برگشت است، یعنی پس دوباره حجراتی که تعداد زیاد شده پس تعداد خود کم کرده نمیتونه که به حالت اول برگرده. و اصطلاح دیگری که ما داریم اصطلاح اجنیزیس هست. اجنیزیس یک هایپرتروفی یک سلولار ادپتیشن نیست. هایپرپلازیا عدم موجودیت یک عضو به صورت ولادی. اگر یک عضو به صورت ولادی تولید نشه این به نام چی میگن؟ اجنیزیس. خیلی دیگه یک سلولار ادپتیشن نیست و این ما به نام چی یاد میکنیم؟ اجنیزیس. و این برداشتام نمیشه. یعنی ما سلولار ادپتیشن ها رو ما گفته بودیم که تمامیش ریورسیبل هستن. وقتی استرس محیطی ازشان برداشته شد پس به حالت اول میگردن. دیگه اصطلاح داریم به نام اپلازیا. اپلازیا چی را میگن؟ اپلازیا زمانی که یک عضو به شکل امبریوژنیک تشکلش قطع شود. و اصطلاح دیگه هایپوپلازیا است. هایپوپلازیا هم که هست کم شدن تکثر حجرات یا کم شدن تکثر حجرات یا کم شدن تعداد حجرات، کم شدن تعداد حجرات در زمان امبریو جنیک می باشد. این اصطلاحات ما شما گفتیم که کدام اصطلاحات؟ مثلا دیسپلازیا، نیوپلازیا، اجنیزیس، اپلازیا و هایپوپلازیا. این از جمله سلولار ادپتیشن نیست به خاطر که اینا
تغییراتی که در مقابل استرس محیطی در خود ایجاد میکنن ایریورسیبل است، غیر قابل برگشت است، پس دوباره به حالت اول خود بر نمیگردن. دکتر سایبا این بود موضوع در ارتباط سلولر ادپتیشن. عنوان بعدی را که ما شما شروع میکنیم عبارت است سل اینجوری هست. ما شما در ابتدا یک دیاگرامش رسم کردیم که حالا اگر حجره در مقابل استرس محیطی از خود یک تغییرات توافقی را به وجود میاره سلولر ادپتیشن گفته میشه، اما اگر این حجرات حیاتی ما اگر به مکانیزم از بین برند در نتیجه خطر حیات در عضویت ما به وجود میاد. این بود اسباب صدمه حجروی، یکش که هایپوکسیا بود. متواقی اسباب صدمه حجروی ریورسیبل سل اینجوری، ایریورسیبل سل اینجوری، انشالله انواع مختلف شه با مکانیزم هایش در ویدیوی بعدی در خدمتتان قرار میدیم. این بود درس امروز ما. امیدوار هستم که مفید واقع شده باشه برای شما. اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد می داشته باشین برای ما سوالاتتان روان بکنین. انشالله کوشش میکنیم در اسرع وقت و سوالاتتان پاسخ ارائه بکنیم. و السلام.